پدرش اسماعیل، باباش خلف، حرب ابن اسماعیل ابن خلف. الحنظلی، الحنظلی، نعم الحنظلی، یعنی این از قبیله ای که گفتیم دیروز اسحاق ابن راهویه، یحیی ابن یحیی نیسابوری الحنظلی، اینا همشون چه ابن حنظله دیروز گرفتیم. نعم اینا چی میشن؟ یعنی اینا همشون نعم از نعم گرفتیم که گفتیم داریم ابن مالک ابن حنظله ابن مالک ابن تمیم، ابن کی تمیم. سونی تمیم که بمیرد گفتیم یعنی طابخه بمیرد، طابخه از فرزندایی که گفتیم برادری مدریکه و مدریکه طابخه اینا بچه هایی که الیاس هم. یعنی این آدم همراه رسول صلی الله علیه و سلم که به وا میخورد الیاس نعم الیاس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان برفته چه وا میخورد. الیاس یکی از باباهای رسول صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی معنیش چه؟ حنظلی یعنی عرب، این آدم عربی بدهی. لیکن جای استقامتش نعم الکرمانی یا که الکرمانی، نعم الکرمان، کرمان با فتح کاف یا که با کسر کاف. یاقوت رحمه الله معجم بلدان به اشهر و اصواب و اصح چی میگوید؟ یعنی با فتح کاف چی میشد؟ کرمان میشد، الکرمانی. نعم یعنی نسبه الى بلدی چی؟ کرمان، کرمان، کاف و را میم و الف و نون، کرمان، کرمان. فهمید؟ کرمان صحیحش مشهورترش صحیحترش کرمان. گرچند بعضی کرمان میگن لیکن این خلاف اصل. برای همین نسبه این بلد به همین آدمایی که بلد به زندگی میکردگی چی میگویند؟ کرمانی میگن. کرمانی نیو الکرمانی، الچه کرمانی. اما کرمان این یکی از چیای نم یاقوت میگوید که الاقلیم الرابع، الاقلیم الرابع من اقالیم فارس. نعم یعنی این یعنی عموما یعنی این نعم هذه نعم هذا الاقلیم واقع بین نعم بین مکران و خراسان و سیجستان و فارس. بین همین چهار اقالیم وجود گرفتگی، بین اقلیم های چی به مکران و سیجستان و خراسان و فارس، همین اقلیم ها به چه نعم جای گرفتگی. میگوید نعم و نعم اقلیم میگوید تحده من الجنوب نعم بحر العرب. بحر العرب جنده ها؟ بحر العرب جنده، بحر العرب جنده جنوب غرب، جای جنوب غربش بحر العرب تجي امام تجي امام خلیج عرب، خلیج عرب، خلیج عرب کجا به؟ بین حجاز برای چه حجاز میگه؟ سعودی؟ سعودی همش حجاز میگه ها؟ یعنی حجاز دیگه الجزیره، جزیره الجزیره العربیه. حجاز که گفتم حجاز یعنی حاجز، ها حاجز میشد بین نجد و بین شام. یعنی این فقط مدینه و ینبو هم طرفای حجاز میگن، اما این مثلا این طرفای مثلا امروزه سعودیه و بحرین و عمان و کویت و قطر و امارات اینا چی میگن؟ الجزیره، جزیره میگن الجزیره العربیه. الجزیره عربیه گفتن اینجا میگن یعنی یمن، اینا ولی اینجا جزیره عربی میگن. یعنی بین جزیره عرب و بین بلاد خراسان چی ای؟ خلیج ای بحر، همه خلیج عرب. فهمید؟ ایدان جنوب انده ای میبرد که جونده میشد، یعنی این جنوبی ایران انده، جنوبی که جونده ایران انده. یعنی کرمان یعنی که جونده واخرشتگی جنوبی ایران، جنوبی که جا ایران انده قریب نام الاستخر، الاستخر و استخر یعنی نام نزدیک شیراز. شیراز های که امروز شهر شیراز ایران انده، جنوب ایران انده، جنوب ایران انده نزدیک احواز این طرفا جنوبی، جنوب شرقی، جنوب شرقی ایران انده، جنوب شرقی ایران انده. نام از جنوب شرقی ایران انده یعنی از خلیج قریب 50 نام 60 کیلومتر طرف غربی خلیج به گرفتار شده، یعنی شرقی جنوبی شنده چه خلیج است. الان کرمان میگه کرمان نام امروز یعنی افسوس یعنی وقت چنده یاقوت رحمه الله میگه که و اهلها میگه نام خیار، نام اهلها یعنی اهل کرمان میگه خیار اهل سنت و الجماعه.
هم بهترین آدمای اهل سنت و جماعت کرمان بگیر فرسته، لیکن افسوس حاضر نام سنی شونده نمیتونه بعد طرفو بره بهتر خیلی نه. یاقوت حموی مهاجم بزرگان میگودنه. نه ایدان که بود از نامش حرب ابن اسماعیل ابن خلف حنظلی و الکرمانی گرفتیم، خیلی ضبطش و جاش گرفتیم. نه و کرمان معروف، الکرمان خیلی مثلا چوای اهل علم و اهل نحو و اهل حدیث و اهل فقه و اهل تفسیر بسیار بدگیان کرمان. نعم الفقيه فقيه نعم تلميذ امام احمد بن حنبل، امام احمد بن نعم احمد بن حنبل. نعم فاما مثلا نعم 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 يعني نعم اما طلب علمش طلب علم نعم طلب علم بقى يعني معروف. نعم طلب العلم مشهور که منهج اهل سنت و الجماعه چه قاطبتا با چه مشهور بودن، یعنی با طلب علم، یعنی بعد از که وطن خودش انده بدگی علم میگیرد اون چی باید که چه یعنی سفر ببراید برای بحث و جستجو از طلب علم بجا سفر بمیبراید. جایی که رفتگی مثل عراق، شام شام ابن عساکر رحمه الله تاریخ دمشق انده چه ذکر کردگی، گفتیم که منهج ابن عساکر گرفته بودیم، هیبت الله ابن عساکر منهجش تاریخ دمشق انده کیه هر کسی که هم پاش شام با ماندگی و تاریخ دمشق ذکر میکند. فهمدید؟ اذن نام حرب ابن اسماعیل رحمه الله چه شام برفتگی، نام دمشق برفتگی. همین به ابو زرعه الدمشقی رحمه الله میگوید که قدم الینا نام رجلان من نبلاء الرجال احدهما یعقوب ابن سفیان فسوی و الثانی امامنا حرب ابن اسماعیل میگوید ما به میگوید نام ابو زرعه دمشقی بزرگترین آدم ها اومدن دو نفر، یکی کیان یعقوب ابن نام یعقوب ابن سفیان الفارسی الفسوی، دویمش که دویمش حرب ابن اسماعیل. نام برای که شام برفته اهل شام علم گرفتگی. نام ابو کنیش ابو محمد یا که ابو عبدالله، نام دو کنیه دارد ابو محمد و ابو عبدالله. ها چه یعقوب ابن سفیان یعقوب ابن سفیان الفارسی الفسوی. نعم وكذلك اذا جاء رفتگی عراق رفتگی، نعم خراسان، عراق، شام، حجاز، مکه، مدینه و شیخویش یعنی نعم زایدتر از 100 قریب 160 شیخ دارد، یعنی نعم زایدتر از 160 شیخ دارد. نعم یعنی این اسناب یعنی چیه همین مدت سفرش به قریب با 160 شیخ لقای واخوری کرده، از اینها چه علم گرفتگی. اما مشایخویش از کبار مشایخوی زمانش هم بدگی مشایخو علم گرفتگی، یعنی طبعا حرب رحمه الله زمان امام بخاری و مسلم اند زندگی کردگی، فهمید؟ از طبقه بخاری مسلم میشد این آدم و هم از کبار شیوخای بخاری علم گرفتگی، یعنی مثل ابوالولید طیالسی هشام ابن عبدالملک. نعم ابوالولید طیالسی که هشام ابن عبدالملک الطیالسی، هشام ابن عبدالملک نام ابو ولید طیالسی از کبار شیوخی که بخاری و ابو بکر الحمیدی عبدالله ابن زبیر الحمیدی. این که بر حمیدی رئیس نام اصحابی که سفیان که نعم رئیس اصحاب عیینه اذا اختلف اصحاب سفیان فالقول قول حمیدی. نعم یعنی رئیس اصحابی که بدگی سفیان ابن عیینه بدگی حمیدی عبدالله ابن زبیر الحمیدی. وكذلك الشيوخوش ابو عبید القاسم ابن سلام ابو عبید. نعم امام احمد میگفت که ابو عبید استاد میگفت، یعنی استاد ما میگفت ابو عبیده. نعم نعم اسحاق میگفت که ان الله يحب الحق فان ابا عبید اعلم مني. ابو عبید از من علمتر میگفت اسحاق ابن راهویه. و سعید ابن منصور صاحب سنن، صاحب کتاب السنن و یا که مسند میگوین یا که چه سنن میگوین. و احمد ابن محمد ابن حنبل شیبانی و اسحاق ابن
إبراهيم إسحاق ابن إبراهيم ابن مخلد ابن مطر ابن إبراهيم إسحاق ابن إبراهيم ابن مخلد ابن مطر ابن إبراهيم الحنظلي التميمي نعم المروزي المعروف عند الناس بماذا بابن راهويه ابن راهويه لقبش ابن راهويه میگفتن برای که پدرش ابراهیم راه به تولد شدگی راه به تولد شدگی مادری یعنی اوچش مادر کلانش پدری اسحاق ابراهیم راه به مرو یا مرو به خراسان وقتی که مرو بنده بودن راه به تولد کرد راه به جامعه دار دیگه راه به تولد شدگی انا آدمون روایت بارتن چی میگفتن راه وای میگفتن یعنی بچه راه میگفتن راه همینه یا راه نمینه شما راه طریق فهمدید یعنی وای صاحب مثلا وای میگیم که راه وای راه وای هو یعنی فهمدید نعم هم به عبدالله ابن طاهر والی خراسان یک بار که اسحاق پرسید گفت که اتکره هذا اللقب یعنی ابن راهویه توی به من لقب گویم غضب نمیکنه گفت اسحاق گفت که کان ابی اکره هذا اللقب اما انا لا اما انا فلا اکره ما میگوت یعنی فرقش نه یعنی خلاص یعنی این چی قدیم یعنی لقب پدرم یعنی اما هم هیچ فرقش نمیگوت لیکن با وجود همین نعم بعضی اهل برای همین مسلمان رو میبینیم که مسلم هیچ ابن راهوی نمیگه چی میگه اسحاق ابن ابراهیم گفته میبیارد اسحاق ابن ابراهیم ما فی مشکل اسحاق ابن راهوی گفت برای که خودش میگه که نعم اگر نعم یعنی یک آدم بیاد و گفت که من به هم یعنی اسحاق ابن ابراهیم بسیار مونده یعنی آدم میبینه که من به لقب گذاره تو هیچ کم نه یعنی گفتیم که یعنی خودش آدم لقب بر راضی باشد هیچ کم نه یعنی خودش نعم راضی باشد هیچ کم نه لا تنابذوا بالالقاب یعنی آدم به لقب گذاشتن حرام میکنه لیکن خودش آدم میاد میگه که ترا میگه یعنی عبدالله یعنی خیلی بسیار دویم یعنی عبدالله اومد کدوم عبدالله اومد ما قریب 20 عبدالله میشناسیم عبدالله فلان کدوم عبدالله کدوم چون یکی از این عبدالله میاد برادران میگه برای من عذاب نکشتناتون من راضیم که مثلا من عبدالله یعنی من عبدالله مثلا کور گوید برای که چشم چای گفت که یعنی چای اعمش گوید من یا که مثلا من عبدالله چی دراز گوید عبدالله طویل خودش گفت خلاص تمام میگه امروز انت عبدالله طویل فهمید نه اذا همین شیوخاش این چه میکند یعنی شیوخای این چه بدلال میکند یعنی مثل امام احمد و اسحاق بن راهوی و نم ابو عبید قاسم بن سلام و ابو حمید ابو بکر حمیدی و ابو ولید طیالسی سعید ابن منصور اینا همش چوی یعنی بزرگترین امام ها بود وقتشنده این چه بدلال میکند دلالت میکند که این امام چه علم از همین خیلی مثلا آدم های چه بزرگ گرفتگی اما شاگردهاش مثل ابو حاتم رازی نعم ابو حاتم رازی مع انه اکبر منه سنا و رتبتا ابو بکر رازی نامش چه ابو بکر رازیه نامش چه نام ابو بکر رازی نعم ابو حاتم رازی ابو حاتم رازی نامش چه ممتاز نام شافعی محمد ابن ادریس اینم حنظلی یعنی ابو حاتم الرازي على الحنظلي نعم محمد ابن إدريس عبد الله ابن إسحاق النهاوندي القاسم ابن محمد الكرماني كرماني میگه ابو بکر الخلال یعنی این از اصحاب امام احمد صاحب کتاب السنه صاحب ابو بکر المروزی نعم فلان جنده نعم یعنی هم به اهل علم یعنی نعم به چیز گرفتیم قدیم علینا من نبلاء رجال یعقوب ابن سفیان که گفتیم یعقوب ابن سفیان الفسوی الفارسی صاحب کتاب المعرفه و التاریخ نعم یک چیز گفتیم و خلال ابو بکر خلال چی میگه كان رجلا جليلا حثني المروزي المراد به ابو بكر المروزي على الخروج اليه نعم یعنی میگوید که خلال ابو بکر خلال کتاب صاحب سنت میگوید که یعنی که حرف یکی از بزرگان بود همین به یعنی ابو بکر المروزی یعنی معنی چه حثنی یعنی معنی ترغیب کنانید که گفت که الا رو گفت نزد حرب ابن اسماعیل به علم گرفتن برات یعنی این تزکیه میشه یعنی خیلی نه این تزکیه نام امام ابو بکر مروزی معروف ابو بکر مروزی این چی بود یعنی نام كان معروفا عند امام احمد كان نعم يعظمه ويجله
یعنی خیلی مثلا یک بزرگ آدم بود نزد امام احمد ابو بکر المروزی و كذلك یعنی چی با اینا با نیکی که ذکر کردگی ابن ابی علا رحمه الله نام طبقات عنده یعنی ام به حرب خیلی نام ذکر میکند نام وانظر الى حرب و اجماع حكى لله درك من فتى کرمانی او کرمانی نعم يعني این نعم این چی میشد یعنی تعریف نعم یعنی هم خیلی امام ها بچی با خیلی نیکی ذکر این تذکیه امام ها مثل ابو درعی دمشقی و ابو بکر خلال نعم وكذلك ابو بكر المروذي وابن ابي علاء الفراء وكذلك ابن القيم وابن تيمية وذهبي وجمع اهل علم چی با مثل با امامی با صدق با ورع با علم این امام عظیمه چه این امام بزرگه با نیکی ها ذکر کردن اما سال نام وفاتش نام اختلافه نام جنده ذهبی رحمه الله تاریخ عنده میگوید که نام كان على قيد الحياة نام في نام 60 يعني 60 يعني 260 260 مانده چی بود میگوید زنده بود لیکن و تقریبا بالضبط گفتن نمیتونیم تقریبا یعنی 280 270 همین سالا چی شده یعنی وفات کرده این امام 270 یا 280 یعنی این سالایی که چی وای نام هم ائمه ها یعنی نام اساس جل امام های کتب سنت هم وقتا مرد یعنی ابو داوود و ترمذی ابن ماجه بین سال 70 و 80 وفات کردش و كذلك زید که ابو حاتم رازیه ابو حاتم رازی هم اینا چنده همون وقتنده وفات کردگی نعم هم به ذهبی رحمه الله چی میگوید عمر و قارب 90 و ما علمت به بأسا نعم یعنی این تذکیه یعنی میگوید قریب 90 سال چه عمر دید یعنی اذن اگر 280 وفات کرده باشد 90 سال عمر دیده باشد سال تولدش چند میشد 190 تقریبا میشد یعنی همسالی که میشد همسال امام بخاری سال 194 194 یعنی ایزن با امام بخاری چی بوده یعنی همسال بوده یعنی همسال یعنی هم یک سالنده بوده اینا همراهی که امام بخاری رحمه الله امام بخاری تقریبا یعنی یک چیزا طبعا یعنی بالضبط گفتن نمیشه نگفته که یعنی 70 80 سال 90 سال یعنی اینم چیست تقریبا یعنی قارب 90 یعنی تقریبا نعم این چی میشد یعنی نعم ما يتعلق بالامام حرب ابن اسماعیل ابن خلف الكرمانی